امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به یک دیدگاه خیلی جنجالی. سوال اینه که چرا قیام مردم ایران با یه جورایی سکوت غرب روبرو شده؟ توی این برنامه میخوایم استدلال بحث برانگیز یک منبع رو در این مورد با هم بررسی کنیم. ببینید، منبعی که داریم بررسیش میکنیم بحث رو با یه عدد خیلی تکون دهنده شروع میکنه. ادعا میکنه که رژیم ایران تا 16,000 نفر از معترضا رو کشته. یه عدد واقعا وحشتناک که خب همینجا سوال اصلی پیش میاد. خب با وجود همچین فاجعه‌ای، سوالی که این تحلیلگر مطرح میکنه اینه که چرا واکنش جهان اینقدر به قول خود منبع مثل امواج عظیم بی‌تفاوتی بوده؟ خب بریم سراغ بخش اول. بیایید دقیق تر بشیم روی همین بی‌تفاوتی. نکته اول اینه که به نظر میرسه یه سکوت عجیبی از طرف فعالها و رسانه‌های غربی در مورد قیام ایران وجود داره. این نقل قول دقیقاً به همین نکته اشاره داره. حرف منبع اینه که یه جور استاندارد دوگانه وجود داره. یعنی میدونید بی‌عدالتی تو جاهای دیگه دنیا کلی سر و صدا میکنه، اما وقتی یه حکومت دینی داره شهروندای خودش رو سرکوب میکنه، انگار اون دلسوزی و نگرانی همیشگی وجود نداره. خب حالا سوال اینه که چرا این بی‌تفاوتی وجود داره؟ اینجاست که تحلیلگر یه نظریه خیلی بحث برانگیز رو مطرح میکنه. اسمی که روش گذاشته حساب و کتاب اخلاقی هست. بذارید ببینیم منظورش چیه. ببینید، ایده اصلی اینه که انگار یه عده از منتقدها تو غرب یه جورایی میترسن. نگرانن که اگه از یه رژیم اسلامی انتقاد کنن سریع بهشون برچسب بزنن که دارن اسلام رو بد نشون میدن یا علیه مردمی هستن که سفیدپوست نیستن. برای همینم ترجیح میدن سکوت کنن. اینجا دیگه دقیقاً میرسیم به اصل حرف این تحلیل. ببینید چی میگه. میگه وقتی مسلمون‌ها دارن توسط مسلمون‌های دیگه سرکوب میشن، مثلا تو ایران، سوریه یا یمن، از طرف چپگرایان غربی یه سکوت و بی‌تفاوتی عجیبی میبینیم. اما به محض اینکه پای اسرائیل وسط میاد، همون گروه‌ها یهو قضیه رو تبدیل میکنن به یه وضعیت اضطراری اخلاقی. خب حالا نکته اینجاست که این انتقاد فقط شامل فعالها نمیشه. به گفته منبع، این طرز فکر، این حساب و کتاب اخلاقی حتی تا بالاترین سطح‌های سیاست خارجی آمریکا هم نفوذ کرده و نتیجه شده یه شکست بزرگ برای هر دو حزب. و تحلیلگر اینجا اصلاً کوتاه نمیاد. خیلی رک و پوسکنده میگه سیاست آمریکا در قبال ایران چه تو دولت اوباما و چه بایدن یه شکست دو حزبی و وحشتناک بوده. حرفش اینه که هر دو دولت فرصت‌های طلایی برای حمایت از مردم ایران رو به راحتی از دست دادن. خب پس ترامپ چی؟ جالبه که منبع میگه اون تصادفاً تو سمت درست ماجرا قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی با اینکه موضعش خیلی سرسختانه تر بود، دلیلش اصلا دغدغه‌های حقوق بشری و این چیزا نبود. اینجا دقیقاً میبینیم که منبع انگیزه‌های ترامپ رو چی میدونه. یعنی به جای اینکه بگه دلسوزی در کار بوده، میگه سیاستش ترکیبی بوده از خصومت، دنبال پول بودن و یه جور بیزاری کلی از مسلمونا. خب با این همه انتقاد از سیاست‌های قبلی راه حل چیه؟ پیشنهادی که منبع روی میز میذاره خیلی مستقیم و البته خیلی بحث برانگیزه. مداخله برای تغییر رژیم. حالا منظور از تلنگر چیه؟ یه مداخله خیلی حساب شده. ایده اینه که رژیم ایران مثل یه ساختمون لق و لرزونه. یه فشار کوچیک و هوشمندانه کافیه تا فرو بریزه، چون از داخل خیلی ضعیف و آسیب پذیر شده. خب این مداخله قرار چطوری باشه؟ استراتژی پیشنهادی اینه: یه تلنگر کوچیک برای کمک به سرنگونی رژیم، استفاده از نیروی هوایی و نیروهای ویژه، اما نکته خیلی خیلی مهم اینه که به هیچ وجه نیروی زمینی گسترده اعزام نشه، چون خود منبع هم میگه این کار فوق‌العاده خطرناکه. اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد، نه؟ چرا باید فکر کنیم همچین کاری تو ایران جواب میده وقتی که تو جاهای دیگه نتیجهش فاجعه بوده؟ تحلیلگر برای این سوال یه جواب داره که اساسش یه تفاوت کلیدیه. حرف اصلیش اینه: ایران افغانستان نیست. میگه اگه ما همه کشورها رو با یه چوب بزنیم و فکر کنیم همشون مثل همن، اون واقع است که از شکست‌های قبلیمون، مثلا تو افغانستان، درس اشتباهی میگیریم. خب پس فرق ایران چیه؟ به گفته این منبع چند تا چیز ایران رو متفاوت میکنه. اول اینکه یه فرهنگ فوق‌العاده غنی و تاریخی داره.
دوم اینکه اکثریت مردمش دیگه از حکومت دینی خسته شدن و سوم اینکه جامعه‌ای که دموکراسی رو میشناسه و دوباره میخوادش. همین هاست که امید به یه آینده سکولار و دموکراتیک رو زنده نگه می‌داره. و در آخر کل این تحلیل ما رو با یه سوال خیلی سخت روبرو میکنه. آیا مداخله تو ایران یه وظیفه اخلاقیه برای حمایت از مردمی که دارن مبارزه میکنن یا یه ماجراجویی خطرناک دیگه است با کلی عواقب که اصلا نمیشه پیش بینیشون کرد؟ راستش جواب ساده‌ای برای این سوال وجود نداره.